چرا اینجا اینطوریه؟ تمام این نیمکت‌ها باید الان اینجا خالی باشه اینجوری. اگه واقعا اینجا سالم، اگه نه باید جای تمام این نیزارا الان نیمکتایی باشه که کلی جوون شاد و خندون اینجا از صبح تا غروب برای خودشون همون آفتاب بگیرن بدون دردسر، شاد باشن بخندن. بوی از زندگی نمیده اینجا، همه چیز مرده، همه چیز. این شهر کلی آلپاچینو داره، کلی آلپاچینو که هر کدومشون به نحوی میتونستن خیلی موفق‌تر از آلپاچینو باشن. اینو مطمئن باشین. ولی چرا اینجوریه؟ Remonte Sicilia, buongiorno signora, buongiorno. Ragazzi, prendo li parte 50 casa nostra, del nostro damo fronte Greci, ragazzi Rosemari, pronto vleste. ایتالیا عشق تمام بچه‌ها آبادان الان شده ایتالیا. زندگی تو ایتالیا، سواحل مدیترانه. ولی آخه مگه اینجا چشه؟ چی کم داره؟ اینجا مگه نمیتونه مثل اونجا باشه؟ اگه الان یه صبح تا شب کامل بخوای بشینی اینجا قلابت بندازی شاید یه لنگه کفش هم گیرت نیاد، چه برسه به ماهی. حتی ماهی هم فهمیدن اینجا فرار کردن خیلی وقته. مگه اینکه موبایلتو ببندی، گوشیتو ببندی به نوک قلاب بندازی تو شهر، ماهیایی که چند تایی که شاید مونده باشن بیش لمبه‌ها چیزایی بخوام به زیدی چیزی اس ام اس تلفنی چیزی بزنن بیان گوشی تکون بخوره بکشی بالا شاید چیزی گیرت بیاد. الان 3-4 ساعت اومدم اینجا اصلا ماهی نیست، یعنی هر چی نشستم انداختم اصلا گیر نیومده، هر چی بس تو بیشتر ماهی تو جای عمق میرن، جایی که هوا خنک باشه. الان اینجا گرم هوا، نمیام بالا، هر چی هم نشستم تا شبم بشینم و ماهی نمیگیرم. زمان سابق ماهی زیاد بود اینجا تو خلیج فارس، خیلی ماهی بود. حالا کم شده، خیلی کم شده ماهی. لنجای زیاد شدن، خیلی زیاد شدن. لنجای عراقی‌ها، لنجای ایرانی‌ها صید میکنن. ماهی هم اگر مثلا هوا گرم باشه میره دریا، جای خنک. اولش هوای گرم، دو صادرات، سه صید کم، 4 قاچاق داخل خود دریا. با هزار تا مکافات یا آقا دشت میکنیم یا دشت نمیکنیم. من از اول صبح حساب کردم تا حالا بدون دشت. الان خیلی فرق کرده. الان بهت بگم که اینقدر ما گاومیش داشتیم، یعنی صبح که از پل ایستگاه 7 رد میشدی، گلده گاومیش داشتیم ما.
یعنی شرکت شیر پاستور آبادان اینقدر شیر بود، شیر براش میرفت از طریق ایگاب میشه که نمیدونست چه کارش بکنه این شیراره. شیر مثلا تو تانکی میرفت براش. خرمای بومی ما که تقریبا چند متری میشه، 200 متری مونه، کیلو 2500 تومن، اونم آشغالش، اونم بدون چیزش، بدون بهداشتیش. قبلا زمان قدیم مردم نخلستون کار از اجدادشون میگرفتن، رسیده بود به بچه هاشون، کار میکردن، کاشت میکردن. جنگ که شد بیشتر مردم از آبادان زدن بیرون، 20 سال بیشتراشون بیرون بودن، 10-12 سال. زمانی که برگشتن جوونا دیگه نمیتونن این کار انجام بدن، چند سال بیرون از نخلستون بودن. بعد جنگ هم شد، بیشتر نخلا سوخت، از بین رفت، الان آب بهش نمیرسه دیگه، اون ثمر سابق را نمیده دیگه، اون کاری که باید انجام بدن نخلا انجام نمیدن، آب شوره، آب کمه دیگه، کاری انجام نمیده. بیشتر جوونا هم الان دیگه چسبیدن با کارا، یا کاسبی ایور اونور، دیگه نمیتونن این کارا رو انجام بدن. مثلا پدراشون اون کار دارن انجام میدن که این هم جواب نمیده، نخلا از بین رفته. یا مثلا قبلا اگر 1000 تا نخل داشت الان 300-400 تاش مونده، 300-400 تاش هم فوقش 100 تاش ثمره بده. بهترین نخلی که امسال بار داده این نخلمونه، بقیه هیچ اصلا بار ندارن. در صورتی که اینجا بهترین خرمای صادراتی مال شهر رومیلی و حاج حسین بود. نمونه خرما شاله براتون میارم. اصلا قابل خوردن هم نیست. همین یه گونی و نصف من خرما چیدم. خرماش هم میبینید، بفرمایید نگاه کنید که چه خرماییه، اصلا قابل خوردن هست. اینو برای لواشک میبرن. این حاصلمونه، این محصولمونه، این همش انگوره، این هم درخت پرتقاله. نهرهای میبینید که خوش شدن، آب بهشون نمیرسه. النخل كله تحطم راح، ما ظل علينا شيء، لا ظل علينا فلان. هذا هم كان زمان جاء قبل الجنگ كان النخل حلو، هسه النخل كله موت، لا بيروس لا شيء، لا يحمل الماء مالح، هم صارت مقبره هنا بعد، ماكو شيء، كل شيء ماكو. سال 59 31 شهریور ما در یک حمله برق‌آسا و غافلگیرانه مرزهای کشورمان از زمین، هوا و دریا مورد آماج حملات رژیم بعثی عراق قرار گرفت.
ان تنصر الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ماشاءالله بر شما ایان مردان، ماشاءالله بر شما حافظان امنیت، ماشاءالله بر شما حافظان ارزش‌های انقلاب، شاهد رجرندگان وظیفه فرمانده انتظامی شهرستان آبادان میباشید.